تقدیم می‌کند. نام داستان عادت. نویسنده صمد بهرنگی. اجرا مهسا بدیعی. تهیه شده در کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. این معلم ما مثل اکثر آدم‌ها که می‌خواهند نان بخور و نمیر داشته باشند نبود. می‌خواست ترقی کند بیش از توقع دیگران. زندگی داشته باشد بهتر از آنچه دیگران می‌توانستند برایش پیش بینی کنند. وقتی از امتحان ورودی دانشسرا گذشت شاید زیاد هم خوشحال نبود. اصلا یادش نمی‌آمد که با کشش کدام نیرو به این محیط قدم می‌گذاشت. درباره خودش چطور فکر می‌کرد و عقیده صحیحش چه بود؟ از دوران 2 ساله دانشسرا خاطرات شیرین و بیشماری در پرده‌های لطیف مغزش موج می‌زد که بعدها یادآوری این خاطرات در لحظات تنهایی و بیکاری برای او نوعی سرگرمی و دلخوش کنک محسوب می‌شد. مثل کودکی که با هر کدام از اسباب بازی‌هایش مدتی ور می‌رود و از هر کدام لذت خاصی در درونش حس می‌کند، از هر یک از خاطراتش لحظه‌ای متأثر می‌شد و نوعی خوشی درونی توی دلش می‌جوشید. این خاطرات وقتی شاداب‌تر و زنده‌تر بودند که بچه‌های مدرسه را می‌دید بازی می‌کنند و از سر کوله هم بالا می‌روند یا دور هم جمع شدند و می‌خواهند کاری بکنند. لحظه لبخندی خوش روی لبانش بازی می‌کرد و بعد مثل شبنمی که از تابش آفتاب محو شود از روی لبانش لیز می‌خورد و می‌رفت. آن وقت آقا معلم دستهایش را به هم می‌مالید و با صدایی که آهنگ لذت و حسرت در آن موج می‌زد زیر لب زمزمه می‌کرد: خوش روزگاری بود که گذشت. زمانی که او و 2 نفر از دوستانش در دانشسرا روزنامه دیواری می نوشتند و اول هر ماه به دیوار می زدند، آن وقت دانش آموزان جلوی آن جمع می شدند و برای مطالعه مطالب آن به همدیگر پیشی می گرفتند و اینها از دور ناظر این صحنه خوشی آور بودند و با خود می گفتند که این لحظات از بهترین اوقات زندگی آنهاست. مخصوصاً وقتی به یاد می‌آورد به خاطر مطالب تندی که درباره وضع دانشسرا نوشته بود می‌خواستند چند روزی اخراجش کنند، اما دبیر تاریخ و جغرافی از او دفاع کرده و گفته بود اگر نوشتن این مطلب بد باشد پس چه چیز خوب خواهد شد؟ دیگر قلم اینها را نباید مقید ساخت. وقتی این را به یاد می‌آورد غرور لذت بخشی از نگاهش خوانده میشد. دوره دانشسرا که تمام شد به یکی از دههای اطراف شهر مأموریت یافت. این ده چند کیلومتر دورتر از راه شوسه اصلی بود و با دیوارهای کاهگلی و کج و معوج خود در دامن تپه‌های پر درخت و پر دود و دم خود افتاده بود. کوچه‌های پرفراز و نشیب و پیچ و خمدار آن آدم را به یاد رودخانه‌ای می‌انداخت که در دامن کوهی با چند دست و پا می‌لغزد. باغ‌های وسیع و سرسبز اطراف مثل نگینی جلوه‌گر بود و از بالای تپه‌ها مانند تودۀ هیزم‌های پراکنده‌ای که آتش درونشان افتاده و دودشان به هوا بلند شده باشد به نظر می‌آمد. دود تنورها این منظره را به خانه‌های دهکده می‌داد. جمعیت تقریباً 7000 نفره‌ای توی کوچه‌های آن می‌لولیدند. بعضی‌ها از وضع خراب دهشان زیر لب می‌دندیدند، اما به هر حال خس و نس با زندگی می‌ساختند. بعضی‌ها هم در پی جور کردن دم و دستگاه خود بودند. از عمده خصوصیت‌های اخلاقی آنها خستشان بود و بددلیشان. حتی برای او هم که آموزگار آنجا بود داستانها ساخته بودند. از جمله می گفتند روزی در میان جمعی گفته بود لامپ 25 خوب روشنی نداره. من تمام چراغ‌هایم 30 تومانند.
آن وقت یکی از همین جماعت نکته سنج 30-40 هزار تومان پول گذاشته بود که چاه عمیق بزند و آب بکشد بیرون. اما از وقت بعد و شاید از آنجا که قناعت به او نمی ساخت، چاه به شن رسیده بود و پولهایش به زیان رفته بود. در تاریخ 40 سال قبل هم مدرسه‌ای ساخته بودند که بدون کم و اضافه همینطور باقی بود. دهکده‌های اطراف 2-3 تا مدرسه داشتند، ولی این به همان یکی قناعت کرده بود. باید گفته شود که اگر به حمامهایش می‌رفتی ناپاک بیرون می‌آمدی. خزینه‌ای داشتند که سال به سال شستشو به خود نمی‌دید. حالا با این اوضاع احمقی می‌خواست دهش را به شهر تبدیل کند. یک شهردار مافنگی و تریاکی هم برایش فرستاده بودند که عواید آنجا پول تریاکش را هم نمیدید. آقا معلم میبایستی در چنین دهکده‌ای استخوان خرد کند و جوانان شجاع و میهم پرستی در دامن اجتماعش بار بیاورد. روح افسرده اطفال را که تحت تأثیر افکار پوچ و سفسطه آمیز اولیایشان زنگ و سیاهی گرفته بود پاک گرداند. در هر حال به کارش مشغول شد بدون ذره‌ای بی‌علاقگی. طبق معمول حقوقش را 4-5 ماه بعد پرداخت می‌کردند و تا آن وقت لازم بود از جیب فتووت خرج کند. برای رفتن به شهر هم چند کیلومتر پیاده راه می‌رفت و در راه شوسه اصلی منتظر اتوبوس‌ها و بارکش‌ها می‌شد. پس از 1-2 ساعت، نیم ساعت حداقلش انتظار، سوار می‌شد و عازم شهر می‌شد. زمستان‌ها کولاک و برف و سرما و ترس از حمله گرگ‌های گرسنه در پیاده‌روها پدرش را در می‌آورد. یک روز توی کلاس اول سرگرم بود. سرگرم این که برای بچه‌های کوچولو نان و بادامی یاد بدهد و گوشه‌ای از حقوق فعلی کم دوامش را چنگ بزند. یک مرتبه در زردرنگ کلاس صدا کرد و از لای آن سر آقای بازرس مثل علم یزید نمایان شد و با قدم‌های سنگین پا به کلاس گذاشت. هیچ کس همراهش نبود، حتی مدیر مدرسه. او هم ازش کم و زیاد خوشش نمی آمد. بازرس مرد سن و سالداری بود، از آن 6 کلاسه های قدیمی. از اوان تأسیس اداره فرهنگ توش جلد عوض می کرد. با این یا آن رئیس فرهنگ خودش را جور می کرد و سر همان کار اولیش باقی می ماند. برای بازرسی می آمد مدرسه که کلاس ها را ببیند و به درس شاگردان و پیشرفت آنها رسیدگی کند. عصر هم یک جلسه آموزگاران تشکیل میداد. از اداره کردن جلسه و رسیدگی صحیح و چیزهای دیگرش که بگذریم، حرف زدن متوسط هم برایش چه ناشیگری هایی که به بار نمی آورد. برای آنها که 1000 تا مثل او را تشنه تشنه لب جوم می بردند و باز می آوردند، از پیشرفت‌های جدید درسی و آموزش و پرورش نوین، سخنهای نامربوط و متناقض و سر در زمین و پا در هوا می گفت. خودش هم اصلا از این چیزها خبری نداشت. حرفایش همینجوری توی فضای گهبسته اتاق معلق می ماند و به گوش هیچ کس فرو نمی رفت. اصلا گوششان از حرفای او اشباع شده بود. او می گفت آقایان باید با متد جدید تدریس کنند. امروز دیگر عصر تازه‌ای است. و متد را به ضم میم و کسر تا می گفت و معلوم نبود که این عصر تازه چه رنگی داشت. چه تحفه‌ای می توانست برای این بچه‌های دهاتی از همه جا بیخبر داشته باشد. اصولاً اگر هم چیزکی خوب داشت، او نمی توانست گفته خودش را تشریح کند تا چه رسد به این حرفای گنده گنده. از بازرس 6 ابتدایی سواددار هم بیش از این نباید انتظار داشت. تقصیر اداره بود که تا آخر هیچ دستشان نیامد که این مرد فکستنی را کی برای بازرسی معین کرده و علتش چه بود؟ شاید همان سبزی پای کردنها. وقتی بازرس وارد کلاس شد، آقا معلم از سرگرمیش دست کشید و منتظر شیرینکاری‌ها و به گیر انداختن‌های بازرس زبردست فرهنگ شد که فقط بازرسی کلاس‌ها را در سؤال‌های مشکل کردن و قادر نبودن شاگردان به جواب دادن می‌دانست که بعد از آن با لحن طنز و مسخره به آموزگار کلاس بگوید
خب آقا، مثل اینکه زیاد پیشرفت ندارید. باید زیاد کار کرد. این بچه‌ها امید آینده ایرانند. گویا عرقخور عجیبی هم بود که در اوقات بیپولی الکل صنعتی نوش جان می‌کرد. آن روز هم که یکی از آن سالهای مسخره خودش را کرد، گفت: بچه‌ها، بگویید ببینم شیشه پنجره چه رنگ است؟ یکی گفت سفید، یکی گفت نمیدونم و همین جوری تا آخر. همه ایشان غلط گفتند. آقا معلم هم انتظار نداشت که درست بشنود. بازرس فرهنگ گل از گلش شکفت و با شادی گفت: این را که ندانستید. بعد چند سوال دیگر کرد و از کلاس بیرون رفت. عصر هم توی جلسه کذایی گفت: از 50 شاگرد یک کلاس یکی ندانست که شیشه اصلا رنگ نداره. باید زحمت کشید آقایان. و از این حرفای هزار تا هیچ. 1 ساعت تمام سر همه را درد آورد. آخرش هم نتیجه گرفت که چون وظیفه مقدس او ایجاب می کند تمام آنچه را که دیده است عیناً به رئیس خود گزارش خواهد داد و از او خواهد خواست که طبق مقررات. با وجود تمام اینها آقا معلم عادت کرد به این کارها، به درس دادن، به دیدن پاهای برهنه اطفال کوچولو، به چشمان معصوم آنها که گاهی هنگام آمدن به مدرسه تر بود، به زرت و پرت اداره، به زنگ‌های ورزشی که 2 تا توپ زوار در رفته را می انداخت جلوی 50 شاگرد که ورزش کنند، به محیط، به مردم و به همه چیز عادت کرد. حتی به بچه‌هایی که هنوز نمی‌دانستند شیشه چه رنگ است. زمستان 38